رحمان رحیم. سلام و درود خدمت هموطنان. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. ما فعلا آمدیم به خانه شهید مشعل و شقایق مشعل که اینجا آمدم. واقعا یک درد بزرگی را این فامیل متحمل میشه. لایو به خاطر از آمدم که امی حکومت فاشیست غنی و عبدالله ببینن که این خانه را که شما ببینید دو جوان خود از دست زده و مادر فعلا در حالت کما هستن. من افسوس به این میکنم که قدر حکومت فاشیست داریم که غنی حتی واژه تسلیت از یاد برده که حتی یک تسلیت بر از این فامیل دردیده ندادن. واقعا شرم به این میکنم که در بین هزاران کوچه این راکت به اینجا اصابت کرده و موتری که عامل راکت بوده و در داخل خود شهر به تمام نقاط شهر کابل حمله کرده و راکت اندازی کرده. واقعا امروز دردی را که این فامیل متحمل میشه، دردی را که اینا امروز دیدن، درد مشترک بر تمام مردم افغانستان.